مولانا جامی در یکی از اثرهای بیزوال خود بهارستان فرموده است هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. و کدام خاطر؟ و خاطری که امروز ما در یکی از خاندان بزرگ، در یک خاندانی که مادر فرزندان را به عالم هستی آفریده است که آنها با همین مادر خود افتخار دارند. مادری که به سین مبارک 90 قدم خود را رنجه فرمودند و امروز خوشبختانه در گرد اطراف فرزندان، نبیرگان و ابیرگان خود صحت سلامت زندگی کرده ایستادند. این مادر است، مادر یک محله که همه ما از دست همین مادر نان خوردیم، چای خوردیم، سخن نیک شنویدیم، تربیت گرفتیم. ما هم خود را یک والده حساب بکنیم، در قطار فرزندان خوشبخت میشماریم و سین 90 به هر یک انسان میسر نمی شود و خاصه به همین مادر عزیزی که امروز با تن صحت و طبع چاق در گرد خویش اقربان خود، در احاطه خویش اقربان خود قرار گرفته است، از فرصت مناسب استفاده برده از نام همه شما، همه مادر بزرگوار را برای زادروز 90 سالگیشان تبریک و تهنیت میگوییم. این مادر است. کلمه مادر یک واژه است که وقتی که سخن از مادر می رود، مادر با یک دست خود گهواره رو می جنباند، با دست دیگر دنیا رو می جنباند. این چی معنی دارد؟ یعنی هستی عالم، هستی آدم توسط مادر است. اگر مادر نباشد حیات نیست، انسانیت نیست، دنیا نیست. بنابر همین من بار دیگر از نام اهل نشست، از نام اقربان، از نام همه همین فرزندانی که در همین جا حضور دارند، همین مادر عزیز نازک ما ایمت خدای و را بر روز فرخنده 90 سالگیشان تبریک و تهنیت میگویم و امیدواریم که در 120 سالگی باز در همین خاندان بزرگ باز جمع شویم و باز همین خیلی محفله آرسته میشه، خان آرسته میشود و با شادی و نشاط 120 سالگی مادر عزیز خود را تبریک و تهنیت بگیم. از نام اهل همین خانواده خوش آمدید بگیم نفران که در همین خاندان حضور دارند و سلام صمیمی هر یکی باشنده همین محفل را و فرزندانی که با تقدیر روزگار، با طلبات زمان در کشور خارجی روسیه در مهاجرت ملتی قرار دارند سلام صمیمی را میرسانیم و شادباشی آنها را برای خاندان، برای مادر کمپیر میرسانیم. خوش آمدید. نوری دلت تاجی سر.